لحظه‌ای که کل زندگی آدم از مقابل چشماش میگذره و بعد از اون هیچ کس اون آدم سابق نشده. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ شاید شنیده باشین که خیلی از افراد که تجربه نزدیک به مرگ داشتن و به زندگی برگشتن گفتن که کل زندگیشون مثل یک فیلم از جلوی چشمشون گذشته و بعد از اون تجربه کل زندگی و رفتارشون عوض شده. اما اونا چه حقایقی رو درک کردن که بعدش این همه تغییر کردن؟ شما هم کنجکاوین بدونین؟ از همراه هم بشین تا قرار بعد از این ویدیو تا چند روز تو فکر باشین. جورج ریچ یه پزشک آمریکایی بود که تو دوران جنگ جهانی دوم تجربه نزدیک به مرگ داشت. توی سال 1943 ریچی به دلیل بیماری ذات‌الریه و تب شدید به حالت مرگ موقت رسید و بعد از اون اتفاق گفت که تجربه فراتر از مرگ رو پشت سر گذاشته. جورج توی کتاب خودش به اسم بازگشت از فردا تجربهش رو به اشتراک گذاشته که برای خیلی الهام بخش بوده. اون درباره تجربه بازبینی زندگی میگه. ریزترین جزئیات زندگیم برام به نمایش داده شدن. توی هر صحنه‌ای که نشونم میدادن یه سوال مهم وجود داشت. با زندگی چیکار کردی؟ این سوال راجع به اتفاقات و خاطرات نبود، چون همشون جلوی چشمام بودن. بیشتر به نظر میرسید که سوال درباره ارزش‌ها و اولویتام باشه. چقدر تو زندگیت به دیگران محبت کردی؟ آیا بدون هیچ چشم داشتی؟ بقیه رو دوست داشتی؟ جورج ادامه میده که توی زندگی من گناه‌های وحشتناکی نبوده، ولی چیزای خیلی درخشانی هم توش دیده نمیشد. همه چیز تقریبا حول خودم میچرخید و خودم رو میدیدم که حتی کلیسا هم میرفتم، ولی برام تبدیل به یه عادت خشک و بی‌هیجان شده بود. از اون بدتر اعتماد به نفس و غروری که به خاطرش داشتم رو حس میکردم. من از کسایی که کلیسا نمیان بهترم، حتی از خیلیایی که میان هم بهترم، چون حضورم همیشه و مرتب و منظم بوده. وقتی ازم پرسیدن چقدر به بقیه محبت کردی، از انتخاب رشته پزشکی و اینکه میخوام باهاش به مردم کمک کنم حرف زدم. ولی وقتی زندگیم بهم نشون داده میشد کنار صحنه‌های کلاس‌ها، صحنه ماشین کادیلاک و هواپیمای شخصی و بقیه نیتام هم دیده میشد، انگار همه چیز کاملا تو صحنه بود. اونا ذهنم هم میخوندن. ما هم از این نیت‌ها پشت کاری که کردین داشتیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ یه داستان بازم عجیب‌تر، ویدیو رو لایک کنید تا یه انرژی بگیریم. بالاخره رسیدیم به آقای دنی ون برینکلی که درباره دیدن تونل نوری توسط اون توی ویدیوی قبل براتون صحبت کردم. همون دنی خودمون. دنی صحبت‌های جالبی درباره بازبینی زندگی داره. اون در بخشی از کتابش میگه تمام احساسات، طرز رفتار و انگیزه‌های خودم و حتی افراد دیگه رو درک می‌کردم. من در زمان جنگ ویتنام در ارتش آمریکا خدمت کرده بودم و مسئول کشتن تعدادی ویتنامی بودم. من احساس حزن آنها وقتی که زندگیشون به طور ناگهانی توسط من تموم شده بود و احساس ناراحتی و دردی که خانواده اونها در اثر این حادثه حس می‌کردن رو میفهمیدم. اون تعریف میکنه که بعد از جنگ وظیفه فرستادن اسلحه و مهمات برای شورشی‌ها و دولت‌هایی که دوست آمریکا به حساب می‌اومدن رو داشته و وقتی زندگی به هم نشون داده میشد میدیدم که گاهی این اسلحه ها برای کشتن مردم بیگناه استفاده میشه. من گریه و حزن کودکان وقتی که خبر کشته شدن پدرشون رو میشنیدم رو میدیدم و احساس میکردم. شما اگه بودین بعد از همچین تجربه چیکار میکردین؟ حتما تو کامنت ها بهم بگین. خب انرژیامون نیفته. جالبه بدونید اکثر آدمایی که این تجربه رو داشتن دیدشون به کلی نسبت به زندگی و روابطشون با آدما و دنیا تغییر کرده. از آدمایی که تصمیم گرفتن از دل و جون زندگی کنن گرفته تا کسایی که شروع کردن به بخشیدن و بهتر کردن روابطشون. اثرات عمیق‌تر این تجربه ها و براتون توی ویدیوی تاثیرات تجربه نزدیک به مرگ گفتم. حالا بیایید تصور کنیم شاید این انسان ها
آنها از مرگ برگشتن تا به ما تلنگر بزنن و میشه گفت بزرگترین پیام این تجربه ها تغییر زاویه دیدمون نسبت به اعمال و رفتارمون باشه. حالا نوبت شماست. فکر میکنید اگه یه روزی توی همچین موقعیتی باشین دوست دارین چه چیزایی از زندگیتون جلوی چشماتون رد بشه؟ پس زندگیتون رو همونطوری بسازین که میخواین یه روزی با افتخار مرورش کنید. بدرود.